درود میگویم با شما بیننده‌های عزیز شبکه سفینه، چون همیشگی رسیدیم به دیداری همدیگر و این برنامه لذیذ با جمشید است و مهمان نوبتی برنامه ما امروز هستند روانشناس مریم دولتова. سر اول شما رو خوش آمدید میگویم به استودیوی مرکزی تلویزیون سفینه و چون همیشگی در آغاز چی گفتنی هستید برای بیننده ها، برای تماشابینانی خاصتا برنامه لذیذ با جمشید؟ برای تماشابینان سلام علیکم. با شما تشکر برای اینکه دعوت کردید. من پیشکی گفته بودم که من پزنده نیستم، آشپزی دوست نمیدارم، ولی شما با وجود باور کردید. سلامت باشید. ما ایسوری سپاس میکنیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوب. دوستان عزیز، امروز با توصیه مریم دولتова یک خوراک آماده میکنیم. انیقترش من کوشش میکنم که گفته های مریم دولتова رو کنم و امروز یک خوراک آماده میشود، نام دارد، بهترش خودشون گوید. угрои такбадоғ мегӯянд. дар он минтақае ки ин бисёртар маъмул аст дар минтақаи шимоли кишвари зебои мо, ҷо салқинтар аст. шояд бораи ҳамин хӯрока дар шакли ба шӯрбо монанд мепазанд. хай оз вақти ҷамшедиён пухт ва шумо мебинед. خیلی خوب. خب برای این خوراک کدام محصولات لازم است؟ بیننده عزیز شما میبینید کدام محصولات ها است؟ کارتوشکا، پیاز، سبزی، نخود. خب بعداً پامیدور اضافه میکنیم. انا این رو چی میگیم؟ محصولات اساسی که در خوراک ما استفاده می‌بریم. اگر ما توجیکش گویم همون اوگرو است. اوگرو است، بله. بله. اگر باید نام دیگر هم دارد، شبریده میگه. بله. در منطقه جنوبی ما خمیر بریده گرو. بله. بعد گوشت، بعداً گوشت. بله، حتما. و نمک خاکاوی خوشبو کننده. خیلی خوب دوستان. خب اکنون شروع میکنیم، بعد از یک وقفه برمیگردیم و بعداً من شروع میکنم با میده کردن یعنی محصولات ها و خب مریم دولتова مسئولیت های بسیار مفید، لازمی و ضروری رو میدین برای ما. خب همین نقش خوراک در ارگانیسم، در روحیه انسان و دیگر معلومات های بسیار مفید. ما رو همراه باشید. این برنامه لذیذ با جمشید است. بعد از یک لحظه برمیگردیم. دوستان عزیز، تشکر که با ما پیوستید و گفتیم که زودک شروع میکنیم، وقت رو زیاد نمیگیریم و امروز فقط و فقط با مسئولیت و توصیه خب مریم دولتова اول چیکار میکنیم؟ فاول میکنیم برق رو پستر و فکر میکنیم ها؟ بله. نمیتونید بلندتر باشد. بلندتر باشد. بله. خب سوالی نخستین من همین است که عموما مثلا برای روحیه انسان چگونه است خوراک و من میدونم که هر یک محصولات به ارگانیسم هر گونه تاثیر میکند. بله. ولی به هر حال در مجموع اگر گیریم که مثلا خوراک چگونه است، بعضا میبینیم که بعضی نفران خب در 12 ماه مثلا در یک سال 12 ماه است، 12 ماه فقط پرهیز میکنند و خودشون رو خوب حس میکنند میگویند و بعضی نفران عموما نمیتوانند. یعنی این از چی وابسته است؟ از روحیه همون نفر که نمیتواند، یعنی قابلیت خود رو داشتن ندارد، یا اینکه از واقعا هم ارگانیسم همون نفر؟ این یک سوال یک جواب ندارد. هم اینو هم اونو هم باشد، چیزای دیگر هم باشد. خب یکمش که انسان چنانه که در طب شرق است، 4 مزاج دارد: گرم، سرد، خشک و تر. بله. در طب آیورویدا که خطای و هندوستان از آن استفاده میبرند، دانش‌ها رو از آنها به ما رسیده است، آنجا به 3 گروه تقسیم میکنند. دوش میگن و اون هم در نظر داشته میشد که نمی ارگانیسم چقدر زیاد است و وابسته به این ذوق‌های ما هم به وجود می آید که ما چی رو دوست می‌داریم. بله. غیر از این مثلا انسان وابسته به دوره تولدش هم بعضی خصلت‌های پیدا میکند. آدمانی که در زمستان، آخر تیر ماه، اول بهار تولد میشن، اینها خصوصیتشون همون اگر که باز برگردیم به طب سینایی که ما میگیم که هست باد، آتش، خاک و آب. بله. این آدمانی که در این دوره تولد میشوند، اینها آدمایی هستند که در ترکیب جسمشون گویا که خاک زیادتر است. بله، آدمای زمینی هستند. این گونه آدما به خوراک توجه بیشتر دارند. یعنی اینا به خوراک نمیتوانند. اینها همیشه اگر گرسنه مانند به طاقت میشوند. بله. بعد اینها خوراک‌های مثلا چی میگن به قبل سرغیزو پلوتی میگن، چیزای سخت دوست می‌دارن. مثلا خوراک دوم دوست می‌دارن. خوراک یکم برای اینها بی‌مزه حساب میشه. ذوق ندارن به این گونه خوراک. و قسمت دیگر آدمان اونهایی که در ترکیبشون مثلا ستارهشون یا بادی است یا آبی است، اینها برعکس
اینها میتوانند مایلشون گفتید که آدم هستن که 12 ماه بله. میتوانند به غذا گردن، یعنی اندک میخورن و گرسنه هم نمیمونن، خودشون خوب حس میکنن. این همون گروه آدمانی هستن که ستورشون یا بودی است یا با آب مایل تر است. درست. زیرا ما وقتی که خاک میگیم، خاک از بین این چیزهایی که ما گفتیم چیزی از همه زیچتر است. بله. ماده زیچش زیادتر است و طلبات انسان هم از همین چیز سر میزنند. واقعا هم مثلا وقتای اخیر عموما اگر گیریم در اروپا، در امریکا بیشتر بود از سالهای تقریبا 80 فکر میکنم که خب توجه بیشتر شد بر روانشناس، پیدا شدن روانشناسان اویلوی به‌واسطه برای خب اهالی خدمت میرسوندن و همون مشکلی های آنها رو آسان میکردند و در ما 10-15 سال اخیر همین چیز پیدا شد و بینید که در همون دوره ها گرچنده که کمتر بود و نیاز اونقدر نبود، در اینجا گرچنده که امکانیت ها بیشتر است، الکی هر یک نفر میتواند که خب مسئولیت روانشناس رو گیرد، بشبه هست، امکان هست، ولی باز هم توجه بسیارتر شد. یعنی نفرانی که روحاً تنقیسی میکشند زیادتر شدند. سبب در چی است؟ اصلا انسان و زمان در هر زمانه از طرف طبیعت، خداوند یا خود زندگی، من نمیدونم، ما طلبات خاص خودمون رو داریم. بله. تو این دوره 19 اصلی که ما پس سر کردیم از نگاه اون تقویمی که امروز داریم، بله، این همون دوره بود که ما باید خودمون رو سیر میکردیم. انسان از نگاه مادی باید سیر میشد. دوره جنگ های شدید بین کشورها برای یک پاره زمین، برای من نمیدونم کدام یک نعمت های مادی دیگر، همیشه بین کشورها جنگ بود، داد و گرفت بود. عصر 20 اولش عصر تکنیک شد. درست. ما از عربه با کشتی کیهانی گذشتیم. بله. شما سرعت ببینید چقدر؟ درست است. در دوام 19 عصر نبود. عربه و عربه بود، دیگر چی نبود. یک بار از عربه، از حسن عربه کش، امروز ما درباره کشتی‌های کیهانی و هواپیماهای ریاکتیوی و غیره و غیره چیزا صحبت میکنیم. بعداً عصر سرعت‌ها این دوره اول عصر 20 بود. تا سال شاید 40 و 50 باشه. بعد سر شد عصر سرعت‌های اطلاعاتی. پیدایش تلویزیون، بسیار وسعت پیدا کردن رادیو که براختر سر شده بود، ولی یک بار عمومی بیشتر اوج. بله اوج گرفت و نهایت در 30 سال اخیر اینترنت. این عصر سرعت ها باعث اون شد که بسیار مسئله های مادی آسان حل می شوند. مثلا امروز اگر شما یک نمود کار است، فریلنسر میگن، یعنی کارگر آزاد، و در خانه‌اش، در من نمیدونم در کوچه، در نقلیات کار کرده است با تلفنش. کدام یک صحبت می‌نویسد، کدام یک سوال جواب می‌دهد. نو بس از اون که در کجاست و کار رو اجرا می‌کنه. برای کارگاه علایده یک کرسی، یک جای معین لازم نیست. دیگر لازم نیست. بله. و همه اینها چیکار کردن؟ خیلی مسائل های مادی رو حل کردن. ما نمیگیم که امروز نگاه مادی همه ما اون چیزی که میخواهد دارد. هستن کشورهایی که حتی در کشور ما هم هستن آدمانی که مشکلات مادی دارن. حتی در کشورهایی که خیلی سیر و پر هستن، چون امریکا مثلا که مردم همه در اردوی امریکا رفتن هستن، اونجا مثلا قشقان، اونجا مثلا آدمای نادار، اونجا مثلا آدمای نیازمند، آدمایی که خونه ندارن، در ندارن و یک بردن زور هستن. درست است. ولی به هر حال امکانیتی پیدا کردن یک بردنان خیلی آسان شد. آدمان دیگر از گرسنگی اگر بمیرند تنها از سبب جنگ یا یگان حادثه ناخوش میتواند باشد. در حالت آسوده آدمان از گرسنگی نمیمیرند. مثلا در تو عصر 20 عمر انسان خیلی کوتاه بود. در 40 سالگی یک زن یا مرد پیرانسال حساب میشد. ولی این وابسته است با انمون مشکلات مادی. بله، حیات سخت بود، پیدا کردن نان مشکل بود. تصور کنید برای یک خلطه گندم گرفتن یک عائله چقدر مهنت میکرد. و اون خلطه گندمی که میگرفت، اگر شما به خاطر بیاید فیلم نیسو رو، بله، که مردم کوهستان انتظارن که بهار میآید. وقتی که بهار میاد نوروز چقدر خوب تجلیل میکنن، باقی مانده آخرین چی میگن کوسه اردشان پنهان کردن، در دیوارهای خانه نقش ارد میزنن که در خانه ما برکت بیاد. زیرا تنها بعد رسیدن بهار علفها میرویند و آدمان از خطر گرسنگی میرهند.
تا این وقت شاید در زمستان چند نفر از گرسنگی میمیرد. یا اگر گرسنگی مستقیم هم نباشد، نرسیدن ویتامین ها است، نرسیدن آفتاب است و بسیار چیزهای دیگری که برای رشد جسمی انسان، برای زنده ماندن او کمک میکنند. خیلی عالی. دوستان یک لحظه از صحبت‌های بسیار گرم و صمیمی و مفید و فایده‌آور مریم دولت و شخص نمیخواهد که به دیگر موضوع گذاره، لیکن مون چی باید کرد میگذاریم با خب دک. یعنی گرم شده روان رو میاندازیم. این کمتر است فکر میکنم. نه این غذا روان بسیار نمیخواهد. امینش کفایه است دیگه. بله کفایه است. کم کک بلندتر میکنیم این رو. بله. خب بعد از اونی که کم کک تصفیه چیز میکنیم. خب گوشت رو میاندازیم. تا اونجایی که گوشت الکی میده کرده شده است، تیار است و من زود اکک میگذارم به میده کردن پیاز. همین طور است؟ بله. خب محصولاتی که مثلا عموما روزمره ما استفاده میبریم، محصولاتی که قریب هر روز ما اون رو استفاده میبریم. با قول پیاز، بله، کارتوشکا، سبزی، یعنی برای چی ماست همین محصولات است؟ برای چی؟ یا اینکه این در منطقه ما چنین است، در دیگر منطقه ها خیلی نیست؟ اصلا گوشت شخصا برای من گوشت غذای معمولی تبدیل نیست. یعنی این از اول بود یا اینکه بعد از اونی که شما الکی؟ نه همیشه در خانه ما نمیدونم، همیشه خوراک گوشتین بود. زندگی خدا به شکر کودکی من در زندگی دوره خیلی در اویله بسیار آسوده گذشته است. خب ولی این طرز مثلا در خانه ما همون غذاها حاضر اخلاق میگیرد که اینها از روی همون فرهنگ قدیمه ملی ما که برای سلامتی خیلی کمک میکند، انسان رو خوب میدارد، از روی همین بود. مثلا سحر در اوله های معمولی تاجیکی امروز هم شیرچای، شیربرنج، خوراک با شیر میپزن. بله. روزانه یگان خوراک سبوکی سبزیجات دار، مثلا شکر، خروتاب در منطقه کوهستان، در جای دیگر هم خیلی به همین مانند خوراکای میپزن. و خوراک شبانه میتوانست وقتی که همه سرجم هستن، در پیشین همه سرجم نیستن، بعد میتواند خوراکی باشه که چی میگم با ابروتر از نگاهی از نگاه غذانوکی، این آش پلاو میتواند باشه، کباب باشه، چیزای دیگر باشه، خوراکی که به گوشت پختن غریب به قول به احترام نسبت به غذا است. مثلا آدمان هستن که اگر گوشت نداشته باشن آش پلاو نمیپزن. درست است. ولی آدمان هستن که به گوشت آش پلاو میپزن، بالاش به دو تخم مرغ جوشانده میمونن، میشود آش پلاو. و این چی میدهد؟ برای چی سحر باید غذای با شیر باشد؟ شیر نشانه محبت است. پیش از همه. بله. اگر با شما آدمانی که شیر رو دوست می‌دارن، اینها آدمانی هستند که محبت زیاد هم دارند. محبت رو داده هم میتوانند. گوشت چی است؟ گوشت این پیش از همه غضب است. این قوه است. اگر که مثلا در فرهنگ غذاخوری شرق این گونه دانشجو هستن که وقتی که این دو غذا بین هم پهلو با پهلو میگذاری، نه اگر که نوبت غذاخوریتون اگر شما هم شیر و هم خوراک گوشتی در نزدتون باشد، باید اول شیر رو بخورید، خوراک شیردار رو بخورید، خوراک گوشتی بعد اون. اگر برعکس بخورید، شیر خصوصیت افزایش کردن دارد. کودک رو ما شیر میدیم و کودک کلان میشه. بله. و چرا وقتی که میپزیم چه خیلی میشد؟ دم کرده میده. بله. و همه چیز دیگر رو هم افزایش میدهد. اگر شما اول گوشت بخورید، برای سحر بچه‌تون سحر با اول ساسکت یا بعد شیربرنج بدهید، اون غضبی که در گوشت است، غضب این یک قوه فعالیت است، قوه خود حمایت کردن است. این قوه توسط شیر زیادتر می شود. تصور کنید که سحر آدم از خانه با قوه غضب بیرون میبرد. ولی اگر چقدر تاثیر دارد انمون بله بر روان انسان. و برعکس اگر که شیر اول استعمال کرده شود، بعدا اگر که غذای گوشتی باشد، این شیر الکی اونجا روان انسان رو با محبت تر میکند و غضب به قوه تبدیل میشود، به قوه فعالی، با قوه اجرا کردن کاری تبدیل میشه. یعنی برای درست انمون نیرویی که ما میگیریم استفاده بردن میشه، نه با مثلا جهل و بله از قوه ویران کننده، از قوه سوزنده. بله. همون قوه که گوشت میدهد اون به قوه سوزنده تبدیل میشه. یعنی ببینید که چقدر
таъсир дорад дар ҳамон хӯрок. Нафароне ки масалан субҳгоҳон истеъмол наметавонанд ягон чизе мегӯяд ки не ман наметавонам, ман худро маҷбур мекунам аммо наметавонам истеъмол карда ягон чиз. Шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед аз рӯи масалан илми равоншиносӣ чӣ гуна таъсир дорад? Аслан инсон ҳамеша бояд дили худашро гӯш кунад. Он чизе ки дилатон мехоҳад, ҷисми шумо худашро аз мо беҳтар медонад. Ҷисм худашро аз ақл беҳтар мешиносад. Агар дилатон чизеро намекашад, маҷбур нахӯред. худатонро маҷбур накунед. Мо як чиз дигар аз мо ҳамеша агар як ҷо меҳмонӣ равем, хусусан саҳар модарон кӯдаконшона ба зӯри ғизо метиҳанд. Агар кӯдак нахӯрад аз қафош қошуқча гирифта раҳм мегарданд. чаро мо чунин мекунем? дар гени мо хатари аз гуруснагӣ мурданҳо ҳаст. бале мо шояд дар ин зиндагимон надидаем, вале дар ген ин ҳаст. мо ҳамеша меҳмонро сахт пазироӣ мекунем, даҳнамуд хӯрок мепазем, инашам гиред, инашам гиред, инашам гиред. Гиред фақат. Бале. Зеро замоне буд ки одамон аз роҳи дур ба меҳмониё меомаданд, дар роҳ сахт гурусна мемонданд ва меҳмон аз баски инсони боодоб аст, аз хӯрдан шарм медорад. Бале. Ва соҳиби хона чанд намуд ғизоро мемонад ва ҳатман гиред муроот мекунад, хоҳиш мекунад, реклама мекунад. ин ба маза, ина ман аз фалон ҷо овардам, ин масалан гелоси ҳисор аст, ин намедонам зардоли исфар аст ва ғайра ва ҳоказо. Бо ҳар роҳ кӯшиш мекунанд ки одамро ба ғизохӯрӣ водор кунанд. Вале замони мо замоне аст ки мо дигар хатаре аз гуруснагӣ мурдан надорем. агар имрӯз саҳар шумо саҳар чой нанӯшидан биёед, ҳеҷ боки нест. ҳеҷ боки нест. шумо то вақти хӯроки пешин метавонед хӯбаи худро нигоҳ доред. ва вақти пешин гурусна мемонед, дар ҳар қадам як ошхона, як ҷое ҳаст ки таом бихӯред, метавонед он ҷо биравед ва ғизо бихӯред. хеле олӣ. хуб месанҷем камакага баланд мекунем. бале. гӯшта сираш дар он аст ки вақте ки дар равғани таспон меандозед, хуб маззаш дигар хел мешавад. дигар мешавад. бале, ба маззатар мешавад. хуб дӯстони азиз, акнун мо чӣ кор кардем? баъд аз оне ки хуб равған тасфид гӯшти майда кардашудае ки маслиҳат доданд Марям Давлатова ки бояд ки 4 кунҷаи хурд майда кунем, чунин майда кардем ва акнун баъд аз он мо баъд аз як таф додан пиёзро меандозем. ҳамин тавр аста? бале. фикр мекунам пиёз ҳамин қадар кифоя ё ки кифоя аст? хуб хуш, дар масъалаи пиёз беҳтарин антисептик аст. тамоми микробҳое ки дар ҷисми мо ҳаст, пиёзи хом онро осон мекушад. ва ҳатто агар пиёзи хомро реза карда дар хонаатон гузоред, ва ҳамон микробҳое ки дар фазо ҳастанд, онҳоро кашида мегирад, баъдан шумо саҳар пиёза мепартоед ва хонаатон аз баъзе микробҳое ки дар давоми рӯз шояд ҷамъ шуданд ё ки аз суҳбати шумо аз одамон дар он хона буданд, пок мекунед. хеле хуб. хуб медӯшад. ба як саволи дигар мегӯянд ки масалан бештар нафароне ки ба депрессия, стресс чӣ мешаванд? гирифтор мешаванд. онҳо қариб 100% аз ҷиҳати масалан иқтисодӣ, моддӣ танқисӣ мекашанд. аз ҳамин лиҳоз аст. вале боз фикрҳои дигар низ ҳаст ки ҳатто сарватмандтарин одамҳо ба чунин ҳолат гирифтор мешаванд. яъне сабаб чӣ аст ки масалан ҳамин ҳолат, яъне якбора равони одам, рӯҳи одам, ягон узви одам дард намекунад, бале рӯҳи одам ба ҳамин маризӣ гирифтор мешавад. яъне ҳеҷ чиз намефорад, ягон кор кардан намефорад, дар зиндагӣ ягон чиз хушҳол намекунад шахсро, ояндаатро намебинӣ. бале. ҳамин хел ҳаст. масалан фикр мекунам нафароне ки моро тамошо мекунанд, албатта баъзеашон ба чунин ҳолат гирифтор шуданд. ва чӣ гуна аст ва муддаташ чӣ аст ва сабабаш чӣ аст? хоҳиш мекунам. хуш, аслан депрессия ё афсурдахотирӣ ин бемории асли мост. дар асрҳои пешин чуноне гуфтам, барои як бурданон давидан лозим буд ва одам фурсати шиштану фикр кардан ки ин барои чӣ буду, ин барои чӣ набуд надошт. бале. агар чанд нафар олимоне буданд, файласуфоне буданд ки атрофи маънии зиндагӣ фикр мекарданд, онҳо мақсадаш ин на барои он буд ки онҳо бадбахт буданд, намедонистанд чӣ кор кунанд. онҳо маънии зиндагиро меҷустанд, барои саволҳои худашон ҷавоб меҷустанд ки барои дигарон, ба саволҳои дигарон ин ҷавоб бирасад замоне. вале асли мо вақте ки мо хеле кори ҷисмониро кам кардем, масалан ҳозир бинед шумо чӣ хел ғизо пухта истодед. бале. шумо ҳезум надоред, дуд надоред, ошхонаи дур заҳмати надоред, зиёд талаб намекунед, барои об ҷое намеравед, дар ҷои истодагитон чарх мезанед ва коратон буд мешавад. ако тасаввур кунед ки як кадбони хона дар вақта чӣ хел ғизо мепухт. ҳозирам дар деҳаҳои мо ҳам хел мепазанд.
بله در دوام روز یک کدبانو میتواند من نمیدونم یک 10 کیلومتر بالا و پایین از آشخانه‌اش تا خمیرخانه‌اش برود، از خمیرخانه‌اش تا آب. بله این عمل‌ها رو اجرا کنند و جسم آنقدر خسته میشد که برای فکر کردن وقت نداشت. ولی امروز که ما حرکتمون کم است، وقتی که برای ما طبیعت جدا کرد، اون رو ما برای رشد خودمون صرف کنیم، برای رشد روانی و معنوی. ولی ما هنوز راهش نیفتیم و این وقت خالی جای میخواهد. یک قسم آدمان داده شدن از بس که از روی زیاد ما سر ثروت و مال و این چیزو فکر میکردیم، زیرا اون ما رو از خطر امین میداشت، از خطر مرگ، از خطر مثلا نمیدونم به لباس ماندن و غیره و غیره و هکذا امین میداشت. ما از پای مال شدیم. ولی اونهایی که این رو مقصد یگانه کردن، وقتی که صاحب مال شدن، اون طرف زندگی نامعلوم شد. یعنی بعد چی مثلا؟ بله. وقتی که مثلا یک فلسفه بسیار عجیب است، یک خر طول نام دارد. بله. آلمانی تبار است. و چیزی بسیار یک کتاب بسیار عجیب دارد، من برای همه شما توصیه میکنم. زمین نو. نو زمین. بله. بله بله. شما خونده که. بله بله. اونجا در باب دهمش به فکر میگه که انسان از آغاز دو مقصد داشت و شما مقصدهای خود رو، مقصد بیرونی و درونی رو فرق کرده توانید. اگر نمیتوانید شما راه گم میزنید. یعنی مقصد درونی ما همون رشد معنوی ما است. خب اگر از نگاه فلسفه دین یا فرهنگ تصوف بگیریم، این رسیدن به خدا است. اگر از نگاه روانشناسی بگیریم، خود را شناختن است که انسان کیست، در این زمین چیکار میکند، هدفش چیست. بله برای به اینجا اومد. این هدف مقصدی درونی ماست که آن همیشگی است. مقصدهای بیرونی ما مثلا صاحب پول شدن، صاحب وظیفه شدن، من نمیدونم خونه خریدن، ماشین خوب خریدن، اولادار شدن، بچه‌های کلان کردن، اینا مقصدهای بیرونی هستند و اینا همیشه موقتی هستند. حتی فرزنددار شوی ما خیلی موقتی است. بله. تا وقتی که بچه‌ها کلان نمیشوند، نیستن، خرد هستند، ما با آنها سخت ضروره. شما بچه‌تون زن داده و با اولاد خودش سرگردان میشه، شما باید در کارم نیستید. و ما خودمون حس میکنیم که برای چی همه مهرش بچه‌ش بدود، زنش بدود، شوهرش بدود، من در حاشیه موندم، من در کنارم موندم. و یک چیز بسیار عجیب است در فرهنگ همه دین ها هست، این رو ما درست میفهمیم، این شکر است. اگر که ما مقصد درونی ما، مقصد روانی و معنوی ما اگر روشن باشد، هر کاری که کردیم اون رو در روی رضای خدا شکل که میگم صرف میکنیم، میگیم که بچه کلام کردم برای که خودش خوشبخت باشه و در همین روند همین عمل شما علی مکافاتتون رو میگیرید. قناعتمند میشید که من یک انسان خوشبخت کردم. خداوند طبیعت به من امکان داد که من سبب شدم که یک کودک به دنیا آمد و من این کودک حد امکانه که چقدر که میتوانستم تربیت کردم، تامین کردم، تحصیلات تو من نمیدونم مشکلات دیگرش حل کردم و وقتی که او خوشبخت شد، یعنی گویا که من وظیفه جونی خود رو بله در نزد خداوند بله اجرا کردم، به شرطی که خوب در روی رست تربیت کنم. بله بله بله. چگونه باید خود رو روحاً آماده کرد که مثلا در همه کار خوشبین بودن لازم؟ مثلا روانشناس وقتی میره مصلحت میدهد، میفهمی، درک میکنی که خوبی از بدی خوب است. مثلا شیرینی از تلخی خوب است. ولی آدم، شخص حالت‌هایی میشود که در همون چیز وقتی که میدوند، عقل قبول میکند که مثلا خوبی خوبتر است، مثلا گپ قبیح نگفتن خوبتر است، آداب خوب داشتن خوبتر است، در نزد دیگران حرمت احترامت بلند میشود، مثلا خوشبین بودن، بدجل نشدن. لیکن بعضا ارگانیسم، روح با تو گوش نمیکنه. اینجا نفهمی چگونه است. من در یک جا خونده بودم که وقتی که حالت استرس داخل میشود، مثلا گرفتار میشود در دیپرسیا، در همون حالت منی درونی با منی بیرونی شخص در مخالفت میشود و بالاخره روبرو میشوند. بله بله. تا این دمی که تو در دیپرسیا یا استرس حالت ناگوار گرفتار نشده است، این کار رو الکی او حس نمیکند. ولی که میشود روبرو میشود، این بسیار حالت ناگوار است که مثلا چگونه باید که این رو برطرف کرد. اما لحاظی که من گفتم که خوب است، برای چی ما برای خوب بعضا نمیرویم، میدونیم که خوب این خوب است. برای که عادت کرده ایم بابا. چیزی بسیار جدی است عادت.
زیرا عادت در مغز چنونی گفتن یک سلسله نیرون ها است ما با اون عادت میکنیم ما با همه چی عادت میکنیم داستایوفسکی یک عبارت دارد در شکل اندک درشتر میگه که انسان یک مخلوق رذیل است به همه چیز عادت میکنه ولی به خاطر میبرم که داستایوفسکی کی بود بله نویسنده بسیار بزرگ بود و در حالت روانی نامعتدل قرار داشت دپرسی دائمی داشت در فرهنگ ما در حدیث های پیغمبر چیز دیگر است میگه که انسان گوهر خبیل است یعنی مطابق شونده است ما ببینید هر یک معنی است دو نفر دو خیل گفتن بله و امروز ما یک چیز دیگری میگیم روانشناسان امروز میگه که انسان خلاق است انسان ایجادکار است از همه مخلوقات دیگری که در روی زمین هستند ما تنها با همین فرق خاصه میکنیم حیوان ها تولد میکنن از روی نفس میکشن بله از روی غریزه خودشون فرزنداشون حفظ میکنن نفس میکشن جسم آنها با جسم ما خیلی مانند است غذا میخورن و هضم میکنن از بدنشون رو بیرون میکنن و غیره و اوکسو حتی گل ها نفس میکشن زمین نفس میکشد ولی یگون چیزی که از این خط یگون نفر اینها چیزی زندگی خودشون دیگر کردن نمیتوانند بله فقط انسان است که توسط تفکر و قبول کردن قرار درست زندگی خودش از بعد بهتر کرده میتواند ولی ما هنوز طرز استفاده این قوه رو یاد نگرفتیم دوستان عزیز من فکر میکنم که واقعا هم شما از گفته ها و از مسئولیت های مریم دولتова حلاوت میبرید واقعا هم بسیار سخنانی مبرم است یعنی فایده آور است هر یکی ما خب این راه ها رو شاید درک کنیم ولی نمیدونیم که چگونه همین رو ما استفاده بریم و این یک مسئله های مفید خیلی خوب از جانب مریم دولتова هستن روانشناس و خب چیکار میکنه که سرخ شد خوب میاندازید زیرا از بین غذایی که ما داریم سبزی دیر میپزد دیرتر میپزد برای این اول یک میاندازیم خب کم ترکی نموتاف نخود رو کی میاندازیم نخود وقتی که آب انداختید نخود یک سری دیگر دارد نخود وقتی میاندازید باید دونید که شما اینو در آب خنک کردن یا در آب گرم باید رفته از بازار از همون نخود فروش پرسیدن در کار که اگر که نمیدونیم راستی اون رو اندک وقتی که آب نجوشیده اندک آب گرم شد بعد میاندازید خب وگرنه نخود شما نمیپزه با فکرم درست است یک کلمه است آبگزید میگن نخود آبگزید میشد نه پخته است نه خام خیلی خوب دوستان عزیز اون نفر که نه و با شبکه ما پیوستن با شبکه سفینه خاطر رسون میکنیم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید و مهمون امروزی ما هستند مهمون عالی قدر همیشگی تلویزیونی سفینه مریم دولت و روانشناس و امروز یک خوراک بسیار لذیذ رو توصیه دادن که نام دارد اوگروی تک بداغ که بسیار لذیذ است روان میاندازند و خب بسیار یک بوی خوب و خوش و گوارا اینجا رو فرا گرفته است باور کنید دوستان من باور کامل دارم که با توصیه های خیلی خوبی مریم دولت و این خوراک بسیار لذیذ میآید در آخری برنامه خواهیم گفت بعد از چشیدن بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم ما را همراه باشید تشکر که با ما پیوستید و وقتی اون رسید است که کارتوشکا رو اندازیم زیرا مهمانی ما گفتن که وقتی اون رسید است که کارتوشکا رو اندازیم زیرا من از روی خودم و از فکری خودم کنم شاید خطا شود و در مورد کارتوشکا من مثلا شخصا من دوست نمیدارم که در خوراک خمیری کارتوشکا باشد ولی این ذوق من است بله آدمانی هستن که در خوراک خمیری هم کارتوشکا دوست میدارن میاندازن مثلا یک نمود غذا است ماکارون پافلوتسکی خب اونجا پزنده ها معمولا کارتوشکا خوب بسیار استفاده میبرن بله من در این غذا در خانه خودم کارتوشکا نمیاندازم ولی دخترم نقض میبیند و حتما کارتوشکا میاندازم یعنی موافق طبع و ذوق هر یک شخص است بله نفری که میخواد استفاده بره نمیخواد استفاده میتونید بله میتونید استفاده نبرید از این مزه غذا چندان ضرر نمیبیند از بودن یا نبودن مسئولیت آخری که ما باید اندازیم در زینه اول پامیدور رو میاندازیم بپول به خاطر اون گفتم که همه این چیزها رو شما از بازار رفتن نمیخرید بله یعنی فقط کمک از خودتون کوشش در کار است هر یک نفر کوشش کنه مثلا همون اسماء حسنا نام‌های خداوند هم به زبان روزی هم به زبان‌های دیگر در اینترنت هست بله اینجا قاری ها هستن که تلاوت میکنن متن هاش هم هست میتونید معین کنید پیدا کنید که کدام نام در کدام حالت به شما میتواند کمک رساند فقط استفاده برید
در دوام روز در درون نخل رفته شده گفته در معاینات نمونه چرخ زده گشتن گیره خب که مثلا دانشمندان این ساحه ذکر میکنه این هم ذکر است. دوستان عزیز اکنون پورا همون وقتی که لازم بود برای آب شدن پامیدور انامین خوراکمون الکی فکر میکنم که چی است؟ بله بله پورا آب شده است وقتی اون رسیده است که با توصیه مریم دولتова آب رو چکار میکنیم؟ میاندازیم چقدر که باشد کفایه گوید من میستم. این بعضی میتونه دیگه تونو پر کنه. اینو خنک بوده؟ نه خنک نه گرم چون که شما گفتید. بله بله. اینو بهتون برای دیگه کم است. کمتر است ها؟ کم کار ایلوا میکنیم. بله. وقت رو میاندازیم دوستان عزیز. میاندازیم. چقدر لازم است؟ همش اندازه. همش دیگه تون کالون است و سوله اندازه که زیادتر است. نخود است بله. بله. نخود رو نیست. این دیگه شما چینیک توی خونه است. بله. مهمونان و نفرانی در نزدیما نیز چینیک توی خونه هست. خیلی خوب. اشون شود یعنی چند نفر اینجا انتظارن. بله. انتظارن و واقعا هم مهمونان ما نفرانی هستند که بسیار خوراک‌های لذیذ آماده میکنن. یعنی توصیه خوب میدید از همین لحاظ خب نچشیدن این گونه خوراک‌ها فکر میکنم گناه است. خب پیش نظر تمام اهالی جمهوری ما اینا پخته. بله. خب فکر میکنم که بلندتر کردن لازم. شما گوید که کفایه من میستم. بس بودگیست. بس بودگیست. بله بس بودگیست. برای که اگر کم نمک شود با میاندازید. میاندازید. خیلی خوب. خب دوستان بعد از یک وقفه برمیگردیم و میاندازیم اوگرو رو. ما رو همراه باشید. اکنون فرصتی فرا رسیده است که آخرین محصولات رو وارد دیگ سازیم. اینم باشد اوگرو. یعنی چگونه میکنیم؟ پستر است. باشد. میاندازیم. بله. دوستان عزیز هر نفر میخواد هر گونه اندازه. بعضی کدبانوها میتونن در خونه خودشون بعضی این رو بشکنند. بله. مایده. خودشون آماده کنند. بله. بعضی میتونن از مغازه خریداری نمونن. بله. دوستان عزیز چیکار میکنیم؟ هیچ بوکی نیست. 15-20 دقیقه بعد از یک وقفه خب باخیر میرسد برای شما و بعد از یک تنفس باز برمیگردیم و الکی تیار است خوراک و با کوسه ها میگیریم و میچشیم. ما رو همراه باشید دوستان. آماده شد خوراکی که امروز با توصیه مریم دولت و آماده کردیم. نام دارد انا اوگروی تک بداغ. بسیار نمایش رو بینید. من از نوارد بردار خواهش میکنم ببیننده نشون دهند که چگونه است و فرصتی اون رسید است که با کوسه ها میگیریم. چیکار میکنیم؟ میکشیم. در کشیدن غذا و تقسیم غذا در فرهنگ ملی یک چیز بسیار عجیب است. آنها فراموش کردن خاطر رسان میکنم. اگر در خانه کلان خانه نباشد یک کاسه از سر دیگ گرفته میمونن. اگر کودک‌ها گرسنه باشند سر و سیمه باشند یک کاسه از سر دیگ گرفته میمونن. حق کلان خانه برای که کلان خانه باید پسمانده دیگرای نخورد یعنی تگ دیگ نخورد از سر دیگ برای کلان خانه و میگفتن که این برکت میبیارد. یعنی کلان خانه مرد خانه آدم کلان خانه باید همیشه در حالت احترام باشد در مقام احترام باشد و حتی همین جا هم که اگر کلان خانه اینجا نیست ما احترام فراموش نمیکنیم. درست است. اکنون خوراک آماده شد و من فکر میکنم که بسیار یک نمای زیبا دارد. همینطور نه؟ بله بسیار. و باوری کامل دارم که مزهش نیز خیلی خوب خواهد بود. ساعت و اینقدر محبتی که شما در داخلش انداختید. اینقدر محبتی که ما انداختیم، اینقدر توصیه‌های خوبی که شما دادید، من فکر میکنم که بسیار بالذات است. مرحمت، با اشتیا باشید. دوستان عزیز، میچشیم این خب اوگرو رو، اوگروی تک بداغ.
ببینیم که چگونه لذت و چگونه مزه دارد دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا پیشتر میگفتن که بسم الله گوی سیر میشی. بله. بهترین. واقعا هم دوستان بسیار لذیذ ها، بسیار با لذت اومده است. طبع دل و یک طعم مخصوص غیر عادی دارد. باوری کامل دارم که هر یک شما آماده میکنید این خوراک رو و با جمع فرزندان اهل عائله استعمال میکنید و حلاوت خواهید برد. در آخر چی گفتنی هستید شما؟ در آخر چی گفتن ممکن است؟ اصلا تمام چیزی که ما از طبیعت میگیریم و برای ما تیار شده است، این نعمت هستند که ما برای باید به خداوند خود، به طبیعت خود، به عالم خود شکر بکنیم. بله. و امروز یک چیزی که ما دو نفر، من همچون مشورتچی، جمشید همچون اجرا کننده تیار کردیم. بله. همه چیزهایی هست که از چیزهای خیلی عادی و ساده هستند. بله. و ساده روزگاری ما از غذای ما هم وابسته است. درست است. مشکل زیاد نیست، کار آسان است. مسئله را آماده کنید، محبت رو در داخلش جا کنید، غذای سالم بخورید و همیشه سالم باشید. سلامت باشید. من ایثار سپاس میکنم برای دعوت ما رو پذیرفتن. تشکر که با مصلحت‌های خیلی خوبی خود خب همین برنامه ما رو باز هم رنگی‌تر نمودید و باوری کامل دارم که باز مراتب زیاد شما خواهید آمد. دعوت میکنیم و باز با توصیه‌های شما غذاهای بسیار لذیذ را آماده میکنیم. بار دیگر خوش آمدید. آباد باشید. بینندگان عزیز، نیا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با خیر میرسد. تا دیداری نوبتی همیشه سالم بمانید، همیشه خوراک‌های لذیذ رو استعمال نمایید، همیشه خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید. همش خوب میشود. خیر دوستان.